سلام، من ندا هستم و اینجا میخوام براتون راجع به سریال کره‌ای صحبت کنم. راستش من متوجه شدم که خیلی علاقه زیادی دارم به اینکه سریال کره‌ای رو ببینم. خیلی فیلمنامه هاشون رو دوست دارم، خیلی جذبم میکنن و خیلی فرهنگ کره رو اصلا دوست دارم. بر همین تصمیم گرفتم که ویدیو درست کنم دربارش، یعنی درباره فیلمایی که خیلی بیشتر دوستشون داشتم، مثل مای لیبریشن نوت، دفترچه رهایی بخش من، مای آجوشی، مای میستر، آقای من تقریبا فارسیش. و حالا کم کم بازم فیلمایی که خیلی دوست داشتم و دوست دارم، یعنی راجع به داستانشون بیام و اینجا نظرم رو بگم. راجع به اول تصمیم گرفتم که از مای لیبریشن نوت شروع کنم، چون که واقعا یه سریالیه که من بارها و بارها دیدمش و همچنان جذبم میکنه. خیلی یعنی کلا فیلمنامه این فیلمنامه نویس رو یعنی فیلمایی که مثلا نوشته رو همشون رو تقریبا اکثرش رو دیدم، چه مثلا مای آجوشی، چه خود مای لیبریشن نوت، Another Miss O، این میس او دیگه، و به نظرم همشون خیلی قشنگ بودن. ولی خب مای لیبریشن نوت یه جوری خیلی خاصی، یه جوری که انگار کارگردانیش هم خیلی زیباست، انگار صحنه هاش هم خیلی قشنگه. خیلی دوستش داشتم و بارها دیدمش و این سری هم دوباره شروع کردم برای چندمین بار دیدنش و به قسمت 7 رسیدم و گفتم که میتونم یه ویدیو بگیرم راجع به قسمت 7 و بیام بگم که واقعا قسمت 7 چجوری برام قشنگ بود، نظرم راجع به قسمت 7 چی بود. توی این قسمت کم کم انگار کاراکترها دارن تغییر میکنن، یعنی دیگه از اون حالت افسردگی، یعنی اون حالت خیلی افسرده‌واری که صحنه‌ها خیلی تاریکه و کلا اینا شبیه آدمایی که واقعا مثلا انرژی ندارن برای ادامه زندگیشون خیلی روزمره شده و انگار توی بحران هم حتی هستن. یعنی مثلا ما برای میجون می‌بینیم که اول سریال چی میگن، حالا من یه هشدار اسپویلم دادم، دیر دارم میدم ولی الان میگم که اگه قسمت قبلی ندیدین براتون اسپویل نشه، چون من قسمت 7 رو میخوام امروز راجع بهش صحبت کنم و ممکنه براتون این سری اسپویلا داشته باشه. ما میبینیم که مثلا اول قصه میجونگ نه تنها افسرده است، بلکه و این افسردگی هم قشنگ معلومه که از دوران بچگیش هست همراهش. میبینیم که یه بحران هم داره و دوست پسر سابقش ضامنش شده و حالا اون ورشکست شده و نداره پولی که پولاش اینو برگردونه و الان میجونگ هم توی مخمسه گیر افتاده و بدترین نتیجهش اینه که بزرگترین مشکلی که داره اینه که نمیخواد به خانواده‌اش بگه. یعنی خانواده‌اش این پولو دارن که بهش بدن، ولی اون انقدر احساس شرمندگی میکنه که حتی حاضر نیست به خانواده‌اش بگه، چون فکر میکنه که مثلا این دیگه بدترین چیزیه که میتونه اتفاق بیفته، که خانواده‌اش بفهمن که مثلا حساباشو دارن میبندن و به مشکل مالی خورده. حالا تو قسمت 7 میبینیم همه اون افسردگی ها انگار دارن تغییر میکنن، انگار با این رابطه جدیدی که میجون شروع کرده با آقای هو، انگار داره عزت نفسش بیشتر میشه، داره زندگی رو قشنگتر میبینه، انگار انرژی بیشتری داره و انگار شخصیتش داره تغییر میکنه و اینو راجع به حالا شخصیت‌های دیگه هم میبینیم. یعنی خواهر میجونگ، فکر میکنم اسمش گیجونگ باشه، اونم به خاطر علاقه‌مندی که پیدا کرده به برادر دوستش از اون حالت چی میگن خود برتربینی که اول سریال داره و فکر میکنه مثلا مردایی که بچه دارن یا قبلا ازدواج کردن اگه مثلا بهش پیشنهاد بدن خیلی زشته و خیلی مثلا کار بدی کردن و چجوری اصلا به خودشون اجازه دادن، از اون حالت داره به این نتیجه میرسه که الان به یکی علاقه‌مند شده که خودش بچه داره و حالا الان درگیر اینه، داره میفهمه که چقدر این استانداردهای بالایی که داشته به ضررش بوده تا الان و همین الانش هم خیلی فرد دوست داره، ولی خب اون که پا قدم نمیشه و حس میکنه که خودش باید پا قدم بشه و یه جوری بازم شخصیتش انگار داره تغییر میکنه. یعنی ما این تغییر رو تو کاراکترها داریم میبینیم و حتی
برادر میجون که اسمش بودم چانی باشه، چانی هم همینطور، یعنی چانی بیشتر از این که بخواد تغییر کنه انگار که یه چیزایی داره تو خودش میپذیره که آقا من یه روندی رو دارم تو روابطم هی تکرار میکنم، یعنی مثلا من خودم آدم شاید قبول نمیکنه هم، ولی خودش آدم بی ارزشی میبینه و الان انگار اینجوریه که خب من دیگه بی ارزشم، پس دیگه تلاش نکنم، چرا هی وارد روابط میشم با مثلا خانمایی که میخوان ازدواج کنن و من اینقدر عزت نفسم پایینه که اصلا نمیتونم اون چیزی که اونا میخوان بهشون بدم، پس اصلا دیگه وارد رابطه نشم، وارد رابطه جدید نشم. انگار به یه حالت پذیرش رسیده، یه حالتی که دیگه میدونه مشکل همش از بقیه نیست، مشکل از خودشه. و آقای گو هم همینطور میبینیم که داره تغییر میکنه، یعنی آقای گو انگار داره تازه عاشق شده، انگار که تا قبل از این هیچ همش درگیر اون اعتیادش به الکل و ایناست، ولی الان یهو مثلا خیلی دیگه فیلم روی الکل تمرکز نمیکنه و این مثلا بیشتر انگار صبره، بیشتر انگار هوشیاره، مثلا به میجون توجه میکنه، منتظرش میمونه، یا به میجون پیشنهاد میده بذار من مثلا یکی رو بفرستم بره پولتو بگیره، حتی یه جوری میخواد بهش کمک کنه، یا حتی یه جوری حسودی میکنه و میگه نکنه تو مثلا این آدمو دوست داری که نمیری پولتو بگیری. و انگار اونم داره تغییر میکنه از اون حالت همش الکل خوردن و آسیب دیدن و کلا تو این دنیا نبودن، داره انگار به یک چیزی خارج از خودش داره توجه میکنه، یه چیزی اون بیرون هست، یه میجونگی هست که من مثلا کنجکاوم راجبش، یا مثلا نگرانم، یا حسودی میکنم، یا همه اینا، و اونم داره تغییر میکنه. و راجب میجون خیلی شخصیتش جالبه، یعنی من یه جورایی خیلی شباهت میبینم توی خودم و اون تا یه حدی، انگار که گذشته من باشه، و حالا حتی شبیه آدمایی که مثلا دور برم دیدم، ولی بازم خیلی جالبه برام که مثلا خیلی راحت اعتراف میکنه و میگه من نمیتونم حق خودم بگیرم، و یعنی انگار که اگه بخوام حق خودم رو بگیرم سطحم میاد پایین. یعنی این یکی از مشکلاتی که کلا تو این خانواده هست، اینا اصلا انگار نمیتونن مرزبندی کنن، نمیتونن مثلا نه بگن، نمیتونن یه از اون حد و مرز خودشون انگار مراقبت کنن، انگار همیشه تسلیمن، همیشه خودشون رو مقصر میدونن. اگه بخواد مثلا باباش اگه بخواد بره پولش رو بگیره از این نفر که پولش رو خورده نمیتونه، و اصلا انگار یکی از بزرگترین مشکل، یعنی نمیتونن این کارو بکنن و در نتیجه به اون موفقیتی که لایقشن نمیرسن و هی خودشون رو سرزنش میکنن و هی این چرخه ادامه پیدا میکنه. مثلا تو قسمت قبلی میبینیم چانیه به باباش میگه من میخوام مثلا ماشین بگیرم، باباش حمایتی نمیکنه و اون همش اینجوریه که پس یه مشکلی در من هست که من نمیتونم ماشین بگیرم، درسته که خب بالاخره خانواده‌اش یه موانعی رو دارن ایجاد میکنن، یا حتی احساس گناه بهش میدن، مثلا مامانش بهش میگه آره من از بابات اگه طلاق بگیرم بهم مثلا مهریه میده، من میدم به تو، یه جوری که اصلا کلا دیگه بس میخوابه دیگه، تمام دیگه بهش فکر نکن، این کلا مشکل نیست، بیرون از تخیلاته. و فکر می‌کنم که این یه مشکلی که همشون خیلی دارن و میجونیم برای همین خیلی اذیته، چون که واقعا اوکی یه مشکلی پیش اومده، چرا نمیتونی به خانواده بگی، یعنی ولی واقعا نمیتونه، یعنی حس میکنه داره تحقیر میشه. حتی وقتی پدرش ازش میپرسه که چرا آدرس رو عوض کردی، یه دروغی سرهم میکنه، میگه مثلا دوستم لازم داشت که مثلا من براش وام بگیرم و اینا، نمیگه واقعیت و فقط یه شبه حقیقتی رو تعریف میکنه و اونا انقدر واکنش نشون میدن که تو اصلا چرا فقط اینه، انگار که هنوز کسی پول من نخورده، من فقط ضامن شدم، ولی اونا اینجوریان که تو اصلا حتی ضامن کسی هم نباید بشی، یا چه برسه که دیگه ضامن بشی و مثلا اونا پولت هم بخورن. واسه همین نشون میده که چقدر مثلا وقتی الان این واکنش نشون میدن، مثلا اگه بفهمن چی شده چه واکنش میدن، و این هی برای خودش این قضیه بزرگتر و بزرگتر میکنه و هی این ترسش بیشتر میشه و احساس حقارتش بیشتره، تا جایی که با آقای گو دعوا میکنه، میگه تو اصلا چیکار من داری، من همین مدلم و تو اصلا نباید کاری من داشته باشی، و اگرم میخوای کمکی به من بکنی سعی کن عزت نفس منو بالا ببری تا من بتونم مثلا یه جوری حقمو بگیرم. و خیلی هم جالبه که آقای گو حالا تا اینجای کار نشون نداده که مثلا واقعا چه جور شخصیتی داره، یه سری هینت ها میده که مثلا من چیم، من آدم ترسناکیم، واقعا چوقام بهم بزنم تلت نمیزنم، ولی از تو میترسم، میجوی میگه
و این خیلی جالبه که اینقدر شخصیت میخواد به میجون بگه که ببین شخصیت تو با وجود همه این اشتباهات انقدر قویه، تو انقدر روکی، انقدر صادقانه مثلا همه چی رو بیان میکنی که یه زمانی من واقعا میمونم، یعنی یه زمانی اصلا من انگار تسلیم میشم در برابر تو، یعنی تو واقعا آدم قدرتمندی هستی، خودتو ببین. و اینجوری علاقهش رو بهش ابراز میکنن. و کلا فیلم خیلی دیالوگ های خیلی قشنگی داره، یعنی یه سری سکانس ها واقعا دیالوگ ها قشنگه. مثلا یه سکانسش اون سکانسیه که همکار میجونگ، همون که خواهر میجونگ ازش خوشش میاد، راجع به بچگیش میگه که من پدر مادرم وقتی از دست دادم حس کردم دستم قطع شده و بعدا توی مدرسه فکر میکردم که باید همیشه تسلیم بشم وقتی با کسی مثلا دعوا میکردم یا هر چیزی، چون فکر کردم من ضعیفم بخاطر اینکه پدر مادرم از دست دادم. و الان که خودش به در شده بود اینجوری بودش که حالا اگه این اتفاق برای من بیفته من نمیخوام دخترم یه همچین حسی داشته باشه که حس کنه مثلا دست و پاش قطع شده یا هر چیزی. فکر می‌کنم اینم یه اشاره‌ای به اون فرهنگ کره که واقعا وقتی تو فیلم‌ها می‌بینیم خیلی با بچه‌های یتیم بد رفتار میشه، خیلی اینا انگار از جامعه جدا میشن، خیلی انگار انقدر که خانواده مقدسه انگار بچه‌هایی که یتیمن و هیچکی آدم حساب نمی‌کنه، انگار اینا هیچ حمایتی ندارن و این ناخودآگاه میره تو ذهنشون که اصلا اگه میتونن هم یه موفقیت رو به دست بیارن میکشن کنار، چون فکر می‌کنن ما نمیتونیم، ما ضعیفیم، ما پدر مادر نداریم. یه تلنگره و کلا فیلمش خیلی تلنگر داره به رفتارهای فرهنگی که تو کره وجود داره و واقعا اشتباهه، یعنی نویسنده‌نگار سعی داره اینا رو بهبود بده. یه سکانس قشنگ دیگه ای که بود سکانسی بود که دوست چانهی پیشش بود و داشت راجع به دختری حرف می‌زد که ازش خوشش میاد و میگوش که هر بار این وارد رابطه میشه من ناامید میشم، هر بار خارج میشه من دوباره امیدوار میشم و همه اینا قلبم به تپش میفته و میجوی میگفتش که نه برای من اصلا اینجوری نیست، مثلا نمیتونم چیزی تصور کنم، من وقتی یکی رو دوست دارم اتفاقا احساس آرامش میکنم که مثلا این آدم هست، وقتی اتفاق بدی میخواد بیفته من تپش قلب دارم. و اینم به نظرم میخواست یه رنگ دیگه از رابطه های واقعی رو نشون بده که تو رابطه هایی که مثلا دو نفر متقابل همدیگر دوست دارن و رابطه داره پیش میره، اون حالت سانتیمانتالیسمی که توی فیلم نشون میدن که طرف نمیدونم همش تپش قلب میگیره و اینا واقعا رخ نمیده. خیلی وقتا هم همینطوره، یعنی مثلا افراد وقتی فکر می‌کنن یکی ازشون خیلی سرتره دستپاچه بیشترن تا وقتی که مثلا یه نفر بیاد بگه مثلا من مال تو هم، من بیا رابطه رو شروع کنیم، خیلی دیگه اون حالت استراب و دستپاچه بودن و فلان و تپش قلب و اینا نیست. و اینم یه نگاه خیلی واقع بینانه به رابطه بود که به نظرم اونم خیلی قشنگ بود. انگار رابطه باید این شکلی پیش بره، میتون با آرامش، با آسایش، نه فقط مثلا با هیجان. و سکانس دعوای میجونگ و آقای گو رو هم خیلی دوست داشتم. میجونگ داشت میگفتش که آقای گو بهش میگفت چجوریه که پس تو میگی حقمو نمیتونم از دقیقی بگیرم ولی با من اینقدر راحت دعوا میکنی، و میجونگ گفتش که خب چون که تو من دوست داری، یعنی انگار که من این امنیت رو حس میکنم که با تو دعوا کنم چون میدونم تو قرار نیست مثلا منو بعد از دعوا ول کنی و بری. و یه جوری انگار اعتماد و صمیمیت رو نشون میداد و خیلی قشنگ بود این سکانس. و میگم دیالوگای فیلم واقعا خیلی جذابن و حتی مثلا صحنه‌ای که توی روستا دارن کار میکنن و من خیلی دوست دارم. کلا اینکه اینا تو سئول نیستن و خیلی مشکلات دارن که برن سر کار تو سئول و همه اینا، بازم من خیلی همزاد پنداری میکنم، برام خیلی آشناه و دوستش دارم اون فضای روستایی رو. و اینکه اینا خیلی هم خانواده کاری یعنی همش دارن کار میکنن و سر کار میرن و تو روستا کار میکنن و تو کابینت سازی کار میکنن و اینا. حتی آقای گو با اینکه یه الکلیه ولی مثلا صبح زود پا میشه میره سر کار و اینش خیلی برام جالبه. و همه اینا خیلی قسمت خیلی جالبیه و خیلی قشنگه و خیلی زیباست. حالا من سعی کردم تا اونجایی که یادم، یعنی بعضا فقط نکته بازم میشه گفت، ولی من تا اونجایی که
چیزای اصلی، تغییرات کاراکترها، دیالوگای قشنگش رو یادم میومد، خواستم که نظر خودم رو با شما شیر کنم. و اگه که این ویدیو رو دوست داشتین کامنت بذارین، نظر خودتون رو بگین، دیدگاه خودتون رو که وقتی مثلا این قسمت رو دیدین چه حسی داشتین، کجاهاش رو دوست داشتین، با هم مخالفین، با هم موافقین. من حتما جوابتون رو میدم. خیلی دوست دارم که با هم دیگه نظراتمون رو شیر کنیم، چون واقعا خیلی هم سریال واقعا فیوریت هم، خیلی دوستش دارم. دوست دارم که راجبش گفتگو کنیم. تا قسمت بعدی، خدافظ.